با نام خدای توانا. سلام دوستان عزیز، من حکیمی هستم از فرانسه. دوستان عزیز، ما امروز چنانچه می‌دانید در فرانسه تعطیلی تابستانه است برای کودک‌ها. از مکتب جوابن دیگه کودک‌ها را گرفتیم، میریم نصیب باشه طرف لب بحر. بسیار بحر گفتن که پدرجا ما را لب بحر بند. انشاءالله ما امروز میریم لب بحر. خیلی کدام بحر است، انشاءالله سورپریز است. شما برنامه ما را همیشه چی میگن تا آخر تماشا کنین، انشاءالله باید بفهمه که ما کدام بحر میریم انشاءالله. دیگه هم یکی از جاده ها یا افزترسی شهری طرف بحر می باشد. شهر نمیگم، بگذار که سورپرایز باشد. دیگه با ما باشید. دیگه شما را به خدای پاک و منان میسپارم تا برنامه های بعدی. خدا نگهدار. دوستان عزیز، چنانچه گفتیم ما میریم طرف بحر و این بحرم در بین شهرهای بارسلونا، مونپلیه و نیم فرانسه قرار دارد که با نام بحر مدیترانه یا بحر میانه زمین گفته می شود و در جهان مشهور است. و نصیب باشه شما ما را همراه باشید و میریم طرف بحر و ببینیم که با هم ببینیم چه چیزها ما را انتظار است. و چون میبینید دوستان عزیز، در پیش چندین چی میگن گیدرو الکتراستانس‌های شمالی یا که بادی قرار دارند و نگفتن همانه در فرانسه کوشش دارن که تا 2025 تا 2030 تمام برق‌های فرانسه را از همه خیل چیزها، از بادی یا که شمالی، دستگاه‌های شمالی و دستگاه‌های نوری آفتابی بسازن و خود را خودکفا کنند از برق. و برق‌هایی که مثلا در فرانسه هستند در حال حاضر آبی و اتمی می باشند که اینها هم در تقریبا چند درصد اروپا را از برق تامین می کنند. هنوز ما در شهر نیم هستیم. نیم یکی از شهرهای جنوبی فرانسه می باشد، در رژیون اکسیتانی جایگیر شده است و با شهرهای مونپلیه و بارسلونا هم سرحد می باشد. خیلی هم شهر زیبا، تازه، دیدنی و خیلی بهار. و دریا هم یا که چی میگن بحر یا که مثلا لبی ساحل از شهر نیم 55 تا 1 ساعت راه بوده است، 40 چند کیلومتر بوده. نصیب باشه که ما میریم طرف ساحل. با ما باشید دوستان عزیز. ما در شهر نیم قرار داریم. این هم یکی از خیابان‌های مرکزی یا خیابانی که در وسط شهر میگذره. از این طرف هم چندین ساختمان‌های زیبا و دیدنی و نصیب باشه ما بریم طرف بحر یا طرف ساحل که بچه‌ها را بریم تماشا کنن، آموزی کنن، دیگه کنن. تا آخر برنامه را با ما همراه باشین. هنوز ما در کوچه های شهر نیم قرار داریم و میریم طرف بحر یا طرف همان شهری که در لب ساحل جایگیر شده است. و شهر نیم هم دوستان عزیز ما با پهلوش گذشتم، خیلی شهر زیبا هم بوده است، شهر دیدنی هم هست و نصیب باشه یگان وقت شد میایم این طرف. دوستان عزیز، ما در چهارراه هستیم انشاءالله. میریم طرفی همو بحر یا ساحل ببینیم که نصیب باشه شما در برنامه ما را همراه باشید تا آخر بیننده باشید. بریم طرفی دریا یا ساحل بحر. میگم دوستان راه های فرانسه اکثریت از راه های کلانش پولکی می باشند. اینجا میگیریم میریم نصیب باشه تا دوستان عزیز، ما نزدیکی بحر شده ایستادیم. این هم یکی از لب‌های ساحلی یا که نزدیکی همان ساحلی بحر است و دو طرف چنانچه می‌بینید خیلی هم جای‌های مثلا هتل یا گستینس‌های
برای سیاحان و توریستان و اینجا هم قایق ها برای گردشگران، کسانی که به اینجا میان میتونن که از جای بگیرن استفاده برن. و در این طرف هم که میبینید دوستان عزیز یکی از قصرها شاتو یا که کرپوس اینجا ساخته شده است و متاسفانه ما وقت نداریم که بدریم ایره تماشا کنیم یا که ایره با نوار بکشیم از داخل بیرون و ما میریم طرف ساحل، چون امروز برنامه ما برنامه چی است؟ تفریحی در بحر. و این هم دوستان عزیز شهرچوهای بازی که در نزدیکی ساخته شده است. این هم درآمدگاه مرکزی قصر. و دوستان شما چند لحظه از این نوارها را بیننده باشین، ما زود برمیگردیم. دوستان عزیز در عموم خیلی هم جای زیبا و دیدنی هم هست. ببینید در دو طرف راه درختان همیشه سبزی پالما و در اون طرف که دست راست میبینید چندین قایق‌ها و چیزهای دیگر گذاشته شدن و خیلی هم شهرک خیلی زیبا و دیدنی. دوستان نگفتن امانت ما وقتی که رفتیم خیلی هم هوا گرم بود و ساعت ها 11-12 با وقتی محلی بود ساعت دیگه میریم طرفی. هنوز ما در راه هستیم و ساحل نرسیدیم و انشالله که نزدیک شده ایستادیم به ساحل و چند لحظه دیگه انشالله ما در ساحل میرسیم. و شهرک هم خیلی هم شهرک زیبا گفتی گپا که سیر توریست سیر آدم خیلی گردشگر زیاد است. اصلا جا به حساب ماشین ماندن دیگه خیلی برای ماشین مشکل است جا یافتن. هم جاهای پولکی توقفگاه ها و ایستگاه ها هم پولکی اما جا نیست. ما دیگه کوشش میکنیم که یک جا پیدا کنیم ماشین ها را مانیم و بریم لبی ساحل یگان جا ساز کنیم و برای کودک ها سلام دوستان عزیز، من حکیمی هستم از خراسان. خوش آمدید به برنامه نوبتی ما. خدا کنه که در هر گوشه دنیا باشید پیش از همه صحت و سلامت و دور از تشویش‌های روزگار. دوستان عزیز امروز چی میگن ما یک جماعت داریم، یک تشکیلی داریم در از دیگه تشکیلام کرده چی میگن متفاوت تر است یا که مثلا دیگه خیلی تر است، چون ما در لب بحر امروز جشن میگیریم یا میشینیم با قدی بچه‌ها و قدی فرزنده اومدیم اینجا برادران و لب بحر اومدیم و بحرم بحری میانه زمین است یا که بحری مدیترانه که شهرهای مونپلی، مارسل، لیون، نمیفهم به اون طرفش بارسلونا ایوارا همش در گرد بحر گفتی گپا پیوند میکنن. دیگه با ما باشید دوستان عزیز. برنامه پرای ما رو در یوتیوب کانال ما ان شاء الله به نشر میرسد و بدونین حتما تماشا کنین، لایک پدلیچا و کامنتر از یاد نبرین. دیگه باقیش ما رو به خدای پاک میسپارم. خدا نگهدار. بدرود. با نام خدای توانا. سلام دوستان عزیز، چنانچه گفتیم ما تصمیم گرفتیم بریم لب بحر، بچه‌ها را بریم یک بحر دوازی کنن که کانیکولان در فرانسه فعلا کانیکولی تابستانه یا که تعطیلی تابستانه و این هم دوستان عزیز اما بحری که ما گفتیم این از شما را نشان میدم. دوستان عزیز این همون بحری که گفتیم بحری مدیترانه یا که بحری میانه زمین دیگه. اینا بچه‌ها اینجا آبازی دارن. بده برا کی جان محمد او درون بدرم بده
بس نرا بیا کریمت کیم ببرم. اینا دوستان عزیز ببینین این لب ساحل است. اینا بحری مدیترانه. چنانچه میدونید چندین دولت‌ها در این بحر همسرحدن، همچنین چنانچه میدونید اسپانیا، فرانسه و اون طرف مفهوم انگلیس باشه کجا باشه. یعنی کدام دولت دیگه. خب دوستان عزیز چنانچه گفتیم ما اومدیم بحر، این بحری مدیترانه یا بحری منظمین. ما در لب ساحل هستیم. این شهری مونپله، ساحل مونپله و نگفتن امانت این بحر چندین شهرها را در بر میگیرد. همسرحدن مثلا مارسیل، مونپله، بارسلونا و نقبون، چندین شهرهای کلان فرانسه در بر میگیرد. دیگه با ما باشید سالا برنامه‌های ما نو جریان دارن از این ساحل. دیگری شما بتین چه کنید بخرن؟ اولین بار در فرانسه چایکه ها از مسکو فرود آمدن. دوستان عزیز چنانچه گفتیم ما در لب ساحلی دریای بحر مدیترانه یا که بحر منظم قرار داریم و اینا ببینیم غروب آفتاب. اینا چقدر غروب زیبا هم است. این مردم ابی کشتی ها را مردم هنوزم شینا دارن، آبازی دارن و این طرف هم لب ساحل است و مردم دارن سلفی میگیرن، دارن عکس میگیرن. دوستان عزیز چنانچه گفتیم ما در لب ساحل هستیم امروز، در لب ساحل مدیترانه. این هم خانه ها که در لب ساحل هستن و میریم طرف گاستینیسمو. بریم که بگشت دیش هست. کودکارم شال پرچن خیلی آبازی کردن امروزاش رو خیلی وای کردن. اینا ببینید دوستان خیلی زیبا و دیدنی هم هست. وقتی آبازی حاضر شده است نخواه کودکا که بریم چی بریم گفته نگه برفتن. دوستان عزیز اینجا رسیدیم و فرجام برنامه. این هم بود کمی معلومات درباره یک روزی بحر ما در فرانسه. و دوستان فکر و ملاحظه، درخواست و پیشنهادهای خود را زیر ویدیو با ما شریک بسازید و به دوستان خود بفرستید. لایک ماندن و پدریسه کردن رو فراموش نسازید. دیگه با خوش ما رو به خود پاک و منام میسپارم تا برنامه‌های بعدی. خدا نگهدار. بدرود.